همیهنان گرامی هم چند روزی است که به راستی به خاطر فشردگی مطالب که امروز هم مطمئن هستم همه این مطالب بیشترش خواهد ماند، میخواستم به آگاهی شما برسانم اطلاعیه‌ای به دستم رسیده از انتشارات فرهنگ که درباره مسئله است، درباره آثار دکتر علی میرپطرس، این پژوهشگر بزرگ معاصر میهنمان. این گونه است اطلاعیه فرهنگی. هموطنان عزیز، آگاهان و عاشقان تاریخ و فرهنگ ایران، مدتی است که کتاب فروشی هایی در لس آنجلس با نشر خودسرانه و غیر مجاز کتاب ها و تحقیقات آقای دکتر علی میرپطرس حاصل رنج و شکنج های وی را به تجارت نشستند. انتشارات فرهنگ به عنوان ناشر رسمی آثار و تحقیقات دکتر میرپطرس ضمن ابراز تأسف بسیار از این گونه سوداگری ها یادآور می شود که در صورت تداوم این اقدام غیرقانونی و خلاف فرهنگ و آیین جوانمردی، اسامی این تاجران فرهنگی را به آگاهی عموم علاقمندان فرهنگ و ادب ایران خواهد رساند. در پایان یادآور می‌شویم که مرکز پخش و فروش آثار آقای میرپطرس در شهر لس آنجلس کتاب فروشی شرکت کتاب می باشد. انتشارات فرهنگ. همیهنان نازنینم، به راستی در حد جنایت است چند ایرانی، چه شماری از ایرانیان، توانایی، دانش و فرصت و بعد خواست و اراده این فداکاری را، چون فداکاری میخواهد در میهن ما، پژوهشگر بودن و نویسنده بودن، نان و آبی ندارد، خبری نیست، گرسنگی بکشی و بنشینی برای فرهنگ میهنت کار کنی، عمر بگذاری، از همه چیز چشم بپوشی، بعد هم بیایند کتابهایت را ببرن قاچاقی چاپ کنن که دست کم نتوانی هزینه کتابی را که سالها عمر گذاشته ای، نوشته ای، به چاپ رسانده ای، دست کم به فروش رود، بتوانی هزینه آن را بپردازی و بقیه آن را بتوانی بنشینی و کتاب دیگری و پژوهش دیگری را برای مردم میهنت و برای کشورت و برای آیندگانت. آنگاه برخی بنشینند با تلفن از امروز به فردا 10 میلیون دلار از این ور را به آن طرف بکنند. خب این چگونه است این جامعه ما؟ چند علی میرپطرس ما داریم همکنون در میهنمان؟ چند تن؟ دست کم یاری نمیرسانید، پشتیبانی نمی کنید. آقایان و خانم های کتاب فروش و کتاب هرچی، شما که با کتاب سر کار دارید، با این شیوه ناجوان مردانه به گفته این اطلاعیه و از دید من جنایتکارانه میخواهید به بقیه مردم چه چیزی، چه فرهنگی را منتقل کنید؟ بعد همه هم نشستند افه های روشنفکری، دورانش دیگر به پایان رسیده است.